تموم میشه. حالا بگیر. نه یه بگی حالا من اون چاقه تیرکشم بیارم. نه همین باید بگیر. این باید چاقه گره بده به تو که اون چاقه من. چاقه تیرکشو گذاشتم اینجا. نه یا بشین. نه بابا این چه کاری میکنی این چه مدلشه دیگه آدم. این مدل. نه چاقه ندی بشه تا بتونم. بیا جلو گولش بزن. آره. بیا جلو مثلا. بگو بیا. بیا چاقو رو بده من. یه اذیت نکن من اینجا چاقو خودم دارم. بگو نده بهش. الکیه مگه. نقشه کسی. باید پول بده. اگه که دنبال پول میگرده بدید. بیا عراضش کرد بیا چه قضیه منجا داره بوسن بیاره این 2 سنت ببینم چقدره دلار بشین تازه 5 تومن بیا 200 تومن 200 تومن پس چیز کنم باید چقدر بخوای بیا گرونش کنه برم اینجا چاقو دارم آزارتو خراب کرد چطور کنم دیگه چاقو نداره دیگه نداره آره این اگه قرار بشه اینا کی که من با دست اینجا بکنم پولی که قبول میکنم ولی نده پوله اینقدر گرون باشه گرون باشه بیا نه بابا دارم خودم عزیز من همه اینو بشین نگیر کمه داشت میگره همه اینو نکن موقع بزرش میگره بیا بابا بیا گول نخور 300 کمه که مبارکه آخر سر گولی شمار میکنم خب حالا تو واسه چیزی شمار بودو من برای سیاه بودم بابا من خب ندیه به من شمارش بدید تا من پول میکنم حالا نفوش کنم بابا این چیز نیست ماهواره من پول میکنم ببین من پول میکنم ببین بزن موزیک کلیک فقط که نداری به کی میگی خاله؟ فوت عجب برنامه‌ای داریم پول میگیری این پول از ما میگه پول دیگه نکنیم پول دیگه نکنیم دیگه فوت نکن مگه نمیخوای کیک بخوری؟ آقا شما که بلد نیستی چجوری این کارتون رو کامیاب کنید؟ من کتاب تنظیم پاسپورت پشت آرمان‌نامی پاسپورت نگاه می‌کنی من تو چی گفتم چی من کردم شمش کنیم اینی بود مستمش بازم بود این ماماری شما پاسپورت این ماماری همه چی تنظیش بسید این شما روشن تولدت مبارک پول میخوای فوت کنی چیز کنم پول بدید ببینیم بابا چیزی کار زندگی کار بدید کاسبی ضعیف شده پول بدید پول
الان میخوام بریم سند که اول تو اومد. اول سند. بیا. آهنگ ضعیف شد قبول نیست. حالا بشین تو. بخوای پول بدی من همینجوری بیشترش میکنم. مبارکه. تولد چند نفر؟ این چاقوش نمیرسی که اون چاقو تیرکشو خودم بوده. برو کنار. اون چاقو تیرکشو خودم بوده. بگی چاقو تیرکشو بیاره. برو دارم میام دنبالش. یا برو کنار. یه مانور دیگه بهش بده. کی موبایل کی راست؟ نکن دستت میبرو دست. بیا اینو بزن. بگو بعدن. اینو بزن به اون. خب بذار همه اینا بیارم. ماما این پول دیگه مال منه. خب به این میگن حالا چاقو واسه بریدن واسه این نقد کردن چک. خب نقد کردن چک فواید چاقوه؟ فواید زیادی داره. آها بله. بچه اینا در بیاره. چند قسمت اون صبحی تقسیم کنم؟ الان فرض میکنی دشمنته. دست بزنی مبارکه الان بخونی مبارکه کادش داره میفته زمین که بگیر از کادش که داره میفته زمین. آها بهش گفتیم چند تا نگاه فرشاد نگاه کن 1 2 3 4 5 اینجا برره دوباره ریست کن از اول بشون. آره بهش کن 1 2 3 4 مبارک 4 5 تا میشه چقدر؟ 20 تا. 20 تا. بلنشو من وردود کنیم. میخوام زیر بالشتم شما ببین از این کجا قایم کردی؟ دقیقا بابا سیلو چند کافتن بابا بیا برو بینو بابا سند واسه مردم سرک بکشید بابا بخی از ندرسانی به عمومه. حالا رو کن شما رو الان هست جمع گرفت کاسبی خوبه جمع برداشت به چرا خوشگله خیلی گروم پول گرفتی هم داری نگاه میکنی مبارکه ببخشید من خریدم من میگیرم نفهم اینم تو هم پولتو بده بابا من دست دارم اینه پوست نکردی؟ اصل کار اصل مطلب امروز 60 سال تولد تبریک گفته بهش. حالش کیک میخوام 400 تومن باید بدی بهت بده. الان الان اون میره بالا از قابلمه ها عکس میگیریم من میرم ماشی چند الان؟ من الان کشیدم آمادگی هستم همین فقط بده باشه بوست نکن بیا فرشاد اینو همین بگیر بده من بده بهش من همینجور بگیرم
هم بلند شده هیچ بوس هم نکن دست بده فقط بوس نکنه من بیشتر بشینم بر ماچ باید شما مبارک بشه برس آره برس برو منم بیام اینجا منم که اصلا بلد نیستم فیلم میگیرم آخه شما داری عکس میگیری نه بابا نه با عکس نبودی که عکس بود از اون موقع برس داره میگی با کیف بیا شما بگی من نمیدونم آخه نداری میگیرم بیا پای میشم آفرین به تکنو داره میرخصه آره آفرین شما شمالی آتودهیه میخوای بریم ببریم بزن تو بازکن چاقوشو اوپنه برو بیا چاقو پیل کچشو روی اوپن گذاشتم تمام گذاشتم رو اوپن موسا جون کسی اینجا دزموز نیست کیفتو زده باشه آها دوست اینجا نیستش که کیفتو زده باشه زیاده اگه یه دونه بود میشه گفت اونه ولی الان زیاده ببین من بچگی ها خیلی زمین خوردم عزیزجونو یادت میاد دفعش بیشتر مقایسه کرده بود منم بچگی ها خیلی آره من شما خودتو داری با من مقایسه نه من خودم با عزیز جان نه من بچگیام عزیز جونو میگم عزیز جون زیاد بچگی خورده بود زمین دستش شکست شد منم بچگیام خوردم زمین دستم کج شده میفهمی یعنی چی یعنی دوز شدم شده برید دیگه خب خب اونجا از اون چیز چنگال هستش یه چند چنگال بیاریم من کم میذارم چون آره میخوام شام بخوریم الان ببین برای من بزرگ اینم بوده برای من بزرگ تمام خوش گذشت تولدم آره تولد مهندس خوش گذشت بگو دیگه اینجا یه چیزی بله خوشحال بودی امروز اومدی خونه ما من اینو بخورم خوشحال تو جا چنگالی هم بغل پری ما خیلی خوشحالی دیدی خوش گذشت قشنگ بگو خیلی خوش گذشت چیزا رو قاشق چنگالا رو میگن اینو بگی شما یکم بگی من برم ما میریم اونجا بگی اصلا نگید جلوش برگردونی بری چرا؟ یا اومدی؟ نه برعکسه برو ماما من فیلم بگیرم برو اون مال منه این کیکاتون بفرمایید نه میرسی نه خب دیگه بخواه قطعش کن بشین که بعد از اون غذا حالا خواستی باشه بیا کس کنم قضیه جدی شد الان